بیا خیر باشه، توکل به خدا مادر جان، چون بیروبارم زیاد از دیگه هموطنای عزیز اینا مهاجر هستند. شوهرشان شهید شده و دامادشان شهید شده. 5 تا طفلکا در خانه، سرپرستش همین مادر جان است. اینی 2000 پر بگی، این میره بخیر. باز یک چیز بگی از طرف رحمان جان کوچک است که از استرالیا روان کرده. اینی 2 تا دخترکام گفتی، اینی از تو دختر جان، اینی هم از تو. صحیح است. حالا خود گپ بزن دیگه، بگو خیر ببینی، بگو دیگه. وی دل ما درد دادی، صدایت نما برایه. بگو خیر ببینی. آفرین. خب کل کی است؟ من هم میشناسم، همینجا کدش معرفی شدم امروز. شور بازارم. چی کار میکنی؟ در هتل کار میکنم. آید سجو زه درځم هلته، ته مې ولیدې. او ته هلته کښېنه، زه درځم. خو مریض تو چند روز میشه اینجا؟ مریض ما دیگه امروز عمل شد 12 روز میشه که هستم. 12 روز؟ ای 12 روز اینجا بودی؟ آخ تا کمانات خونش خلاص شد، دوستش خلاص شد، کلش خلاص شد. در هتل چی کار هستین؟ در هتل سالن‌پز. سرآشپز؟ سالن‌پز. سالن‌پز. سالن میپزی، یگان قورمه، یگان بانجان سیاه، یگان بامیه، یگان گوشت. نه؟ یگان دفعه گوشت هم سوختاندی یا نه؟ خیر باشه میسوزه دیگه. آه دیگه. خب حالا چی گفتن دکترها؟ حال دکتر سیاست عملیات کردن دیگه بیهوش است. بیهوش از دوش نامدن؟ خب در شور بازار هستی؟ بیادر خوب است، جانک جور خیر خیر. دم 12 روز همینجا افتیدی دیگه. خانه و جای از خود نداری که اینجا افتیدی؟ افتیدی دیگه، مجبوریت افتیدی. خب خودت دیگه که دزیدم چند روز است که تا امروز 2 روز 3 روز میشه فامیل دیدم بیچاره. اگر نه از ما مریض است. خب همین واقعیت مستحق است. قربان سر بیچاره است. تو کدام نقصه چیز داری از مریضت؟ از مریضی پارچش دارم که چیزایش تو مرا تو تاریخ چند است؟ نه تیش کلش هست. ای از کدام شفاخانه است؟ الفلا است؟ الفلا طبی لابراتوار است. او کوم ځای نه راغلی؟ چرخینه. څه کاروبار کوې؟ کاروبار د دیاړي کوم. دیاړي کوې؟ ښه ښه. دیاړي مې د خدای په کار کړی، یو ورځ پیدا شي 10 ورځې نه. 10 ورځې یو ورځ یې وکړه، 10 ورځې بیا 10 ورځې. دا خواته راشه. جیبو کې د څومره پیسې دي رښتیا به وایې؟ زه خو بیا تلاشي اخلم ګوره. 200 روپۍ وي نه. څه وایې؟ یو چې هغه وایي چې هغه خو د ایمان هغه دی. او 3000 روپۍ مې اوس چاته ویلي دي. چې راوړي؟ چې راوړي. تا ویل چا څو کسانو ته زنګ ویلی چې پیسې؟ 8 کسانو ته مې ویلي. د 8 کسانو کې څو؟ یو باندې مې خپلې پیسې دي، نور یو سره مې پیسې نشته، قرض مې کړی. دا 3000 چې راوړي دا خپل قرض دی ده؟ نه دغه چا نه قرض وکړی. انجینر صاحب دا دنیا داسې نه ده لکه سره خلک ته فکر کوي. قسم دی زما څخه ورونه دي، څخه ورونه دي. والله که تر اوسه پورې ماته یو زنګ وهلی چې تا څنګه چلو شو. ورندار مې راته زنګ ووه، والله که مې راته کور کې یو ځای که بیل بیل؟ بیل یم. چه شدم بیادر دیگر همراهی که بگو بیا که همینجا ما و شما گپ بزنیم. اما بیادر دیگر چی شد؟ نظری سر جان بیا بگو. بیا توکل به خدا دیگه ببینیم که چی میشه. باش که چی مقدار پیش ما پول باقی مانده از 29500. خدا مهربان است. امیر بگی تو از خیرت. چی را بگیرم؟ این همه تو بگیرش. در روی همی 2 نفر که چهرهایشان همونجا استاد شد. همونجا استاد. You understand? huh?
در دنیا چی زیاد ارزش داره؟ ایمان. دنیا ایمان، حفاظت به خداوند عبادت. به شک. حالا همو دیگه ور نگویی که پیسه. ایمان از خدا. که بسته کابل بتید که ایمان نبود دیگه چی فایده؟ ها؟ او کفر که میکنه او دیگه دل خودش دیگه. خب بیا خیر باش، توکل به خدا. 1 1 و نیم 2 2 نیم میره تو بگی 2 هزار 1 2 3 4 5 دم تو وخلا رو الله دې تقبل کړي. بس دغه پاتې ده 1 2 3 4 5 6 7 اینی را ببینیم دیگه کدام قسمت خور دیگه اگه بود خیر است میگه گزاره کلگی شو. بله هم ببینم که راز در کیم پوری ژوندی اوس من نه خوشحال اوس با خیر باشی. شفای عاجل بر مریضت میخوایم. امشب آمدی دیگه اینجا خود به خدا نمیاد. خو کدی دی 12 روز یا نه؟ چی میگی؟ تو یک ماه کار موندی دیگه نه؟ 12 روز اینجا به خو مریض که بردی مجبور 12 روز دیگه خو کنی. ها؟ برو پناهت به خدا. نه جان بیا تو احمدی صاحب معمولای تا دالا نیست. خیلی دردناک است. 3 دفعه زنش عملیات دالم در کوما دکتر. کی؟ این دوستای عزیز نصف شب ببینین و تفلکا را ببینین به خاطر 4 تا نان در روی سرک دیدان کوچه ششتن دیگه. خدا رحم کنه سر ما. مادر تو اونجاست؟ تو بیا که بریم که د مادر تا هم گپ بزنیم. صحیح؟ باز پس پیش از یامه احمدی صاحب هم خاله را بگو خواهی اینجا بیا که کم اینجا تاریک است. بیا مادر جان اینجا بیشی تو که گپ بزنیم. شما چی میکنین؟ نان جمع میکنین؟ برای چی؟ جان؟ برای خوردن. خانه تان کجاست؟ گلایی کجا؟ بیادراستین؟ تو مرا دای خالتا چیه؟ از کجا جمع میکنی جان کاکا؟ خو الله رقم نان از دیگه ای چی است؟ حلواست نه؟ ای دیگه نان است نه؟ بگی توی را خو ایر از کجا جمع کردین جان کاکا؟ از نانبایی از خانه از هر جای. پدر چی کار میکنه؟ کراچیوانی میکنه؟ خانه از خودتانه کرایی است؟ کرایی؟ بیادر کلان داری؟ حالا نصف شب است. شما چی رقم میرین؟ کدام سگ نخوریتان؟ درا کدامه؟ یک است 2 متر 5 متر. خواه پارچی میگی پشتو؟ پختو بنده پویگی؟ که چو کسانه کور که؟ 15. خواه او ټول تاسو ته منتظر ده چې دا وچه ډوډۍ راوړئ بیا ویې خورئ. ښه شاباسي داسې یو کار به وکړو خیره چې زه به انشاءالله تاسو ته یو څو روپۍ درکم او غلی غوندې به لاړ شئ کور ته. صحیح ده؟ تفلکا است که از چند جای نان جمع کردن. این همیجا یک دوست کوچک ما رحمان جان کوچک برای اینی شخص که فعلا تصویرش میبینن پول روان کرده بود. ما رفتیم و جای دیدیم که آدم در جای خود نبود. 2-3 بار ما رفتیم دیگه بنان مجبور به این شدیم که امروز امی پولشان برای همین نیازمندکای عزیز ما که نصف شب از برآمدن به خاطر 4 تا نان بر از اینا و برای مادر جان دخترکای قندول تقدیم کنیم. ما همو دینی که مانده بودیم رفتیم. همو دوست ما دمو جای خود نبود، حتما سیار بود کدام جای دیگه. همو چیزایی که مفروخ مانده بر صورتش همه که شما به نام خدا روان کردین و به خاطر نیازمندا دیگه ما میخوایم که امیر دمی برنامه به مصرف برسانیم. تشکری میکنم از رحمان جان کوچک که از استرالیا 7500 روان کردن. 1500 افغانی را به خاطر مصارف برنامه و 6000 هم گفته به نیازمندا تقدیم کنین. اینالی را ما بر از تفلکا تقدیم میکنم. باز که همکارات لاورتیب کده که گم نشن. خب که 2 3 4 5
شش ښه تاسو ته څو درکړمه څوک زده ښه دا یو ویتا د بل تا صحیح ده 2000 جب کې واچوي بس منډه وکړئ کور ته صحیح ده نوم هم څه ده ما جواد امید دلته ګرځئ راګرځئ صحیح ده بیا بله ورځ هغه موږ ملګری ده که تاسو چېرته ولیدلی بیا در سره کومک کوو راکه لاس دی زه علامه مال شاه هغلته اکټي شم